خوش تیپ ترین بازیگر سینما ایران کیه؟ شهاب حسینی خیلی خوش تیپه. پس خوش تیپ ترین بعد علیا. همه بعد علی. یعنی به نظر تو علی زیباترین؟ وای معلومه، هم خوشگله، هم خوش تیپه، هم نازه، هم مهربونه. آخه فقط صورت آدم نیستش که. وای خدا چی باید جواب بدم؟ نه به نظر من همشون بد علی. نه چرا الان میخندی؟ چو گفتی فقط صورت ما. منظورم این بود که ویژگی دیگه ای هم داره. همون بسته بود ویژگی دیگه مهمه. نه چیزش هم صورتش هم مهمه. صورتش هم مهمه. خیلی به نظر من خوشگله. چرا اینجوری میکنی؟ احساس میکنم داری مسخره میکنی. آره گرسه بایسته. خانوادگی خب شهاب حسینی رو خیلی دوست داریم هممون. من با شهاب حسینی اولین کاری که کردم سوپر استار بود. اومدم با ذوق به مامانم مثلا یه مجله عکس منو زده بود. مامانم میزنه که گفت آخه چه قشنگ و اینا. فرداش به جان علی دارم میگم اومدم خونه، یه دیوار داشتیم که تمامش قاب عکس بود. بعد این عکس منم رو شاسی بود، دادم به مامانم و اینا، یه روز زد اونجا. فردا اومدم دیدم